سلام و خوش اومدید به پارت سوم ماینکرافت. اونطور که میبینید اینجا کلی تغییراتی داشته، پل تغییر کرده، اینجا کلی چیز اومده، دروازه ندر رو بر اومده. بیدارم بیان این ور ببینیمش اینها. و اینکه دیگه یه فارم مرغ داریم که قراره بعدها کلی گوشت بگیریم. امروز قراره بریم فول آرمور بشیم، آرمورامونو کلا دایمندی کنیم و دیگه 2 تا ست کامل دایمندی داشته باشیم. همونطور که میبینید امروز حمید نیست و تنها قراره رکورد کنیم. نه بریم ببینیم چند تا دایمند پیدا میکنیم. بخسبیم. خیلی خوب، بعد از کلی گشتن دنبال دایموند و شکوندن چند تا پیککس آهنی و چند تا پیککس سنگی چیزی پیدا نشد، دایموندی پیدا نشد. بریم واسه روش دیگه ای. روش دیگه ای که میخوایم بریم اینه که با ویلیجرها ترید کنیم و از ویلیجرها بگیریم. بریم واسه این که کی گرفته این کار رو. اینها اینجاست. چی میگیری؟ زغال سنگ میگیری، بعدش هم آهن میگیری. چی گفتی؟ وایستا، من تو دارم حرف میزنم. فرار نکن. مردی؟ نیاز به شمشیر نداشت. ای بابا، کارو بگیر. کارو گرفتی. این ندی بیرون بست. وایستا بی تربیت. وایستا دارم. خیلی اینجا نکنی، اینجا نکنی. خیلی خوب، شاید الان به خودتون بگین چرا من اینجام و ست کامل دایموندی تنم نیست. من بعد از تقریبا 1 ساعت ماین کردن فقط 2 تا دایموند گیرم اومد، فقط 2 تا. خیلی خوب، پس نتیجه میگیریم من این کاره نیستم، پس نمیتونم داخل یه دونه پارت بیام و فول دایمندی بشم. برای همین از الان بعد با فکر میریم جلو. بریم ببینیم من میتونم چی کارو کنم. خیلی خوب، بعد از 3 ساعت بازی که 1 ساعتش ماین داشتم میکردم که آخرش 2 تا دایموند بیشتر گیرم نیومد، 1 ساعتشو دنبال آهن میگشتم که آخرش نزدیک 20 تا بیشتر آهن گیرم نیومد و کلی همینطوری چرخیدن دور سر خودم. هیچیه هیچ. حالا برو بی معرفت، متنفرم ازت، هرچی رو که ساخته بودم زدی زیرش با لگت.
کامان خوابید. امروز پس فردای پریروزه. آره امروز پس فردای پریروزه. امروز آره. خب یعنی این که من پریروز ویدیو داشتم میگرفتم اون اول ویدیو رو و الان دارم امروز ویدیو میگیرم که پس فردای پریروزه. این وسط یه سری چیزا درست کردم مثل انچنتینگ تیبل و اینطور چیزا که بعدا بهتون نشون میدم و اینکه اونا رو رکورد نکردم، خیلی ویدیو طولانی میشد. این وسط خیلی مردم، خیلی کارا کردم، خیلی سعی ها کردم، مثل همون اولی ویدیو که رفتیم جا ویلیجر، رفتیم معدن، ویلیجر معدن، ویلیجر معدن. ولی خدایش من نوب نیستم و یه موقع نگین من نوبم، دلم میگیره. خیلی خوب بریم بهتون نشون بدم. بریم اول انچنتینگ تیبل. انچنتینگ تیبل رو اینجا گذاشتیم که باش یه چند تا انچنت هم زدم. خیلی خوب حالا وسایلا رو یه دقیقه به هم ریخته است، من اینا رو نظمشون بدم بعد اوکی میکنم. خیلی خوب اینم از این. یه چست کامل و یه چست نصفم شد سنگای هرچی که کنده بودیم، یه نصف چست هم شد وسایلای مثل شمشیر و پیککس و اینطور چیزا. اینم که وسایلای مثل دایموندامون و الماسا و طلا، دایموندا و طلا و آهن و اینا. اینم قسمت های گوشت شد، صدل، کتابای انچنت و اینم وسایل ریل و خب رسیدیم به قسمت اصلی، اینکه دایموند چقدر جمع کردیم و چند تا دایموند شده. آیا اندازه این هست که 2 تا ست آرمور بشه یا نه؟ قرار بود کلا این ویدیو اینطوری باشه که من و حمید 2 تا ست کلا دایموندی درست کنیم واسه خودمون. خب بریم ببینیم دایموندامون چند تاست. یعنی با و اینکه آقا یه چیز دیگه هم که بهتون بگم اینه که یک فورچن 2 آنبریکینگ 3 افیشنسی 3 هم گرفتیم از این انچنتینگ تیبل. قرار با این بکنیم و همینطور اینا رو گلدا، ردستون، آیرونا و چی بود؟ لپیز. اول از دایمونده شروع میکنیم. بریم ببینیم چند تا میشه. ای خدا 46 تا شد. خیلی خب بریم واسه گلدا. ای هی خدا اینترنت خیلی خوب 30 تا آهن، 46 تا گل، 46 تا دایموند و 51 گل. خوبه بد نیست. لپیزامون اینجا افتاد. خیلی بریم لپیزا رو هم نگاه بندازیم. ای چی میشد گل دارم اینطوری میداد. نزدیک 3 استک لپیز داد. ببینیم چی ها میتونیم درست کنیم. 2 تا چست پلیت درست میکنم، 2 تا شلوار. چند تا میمونه؟ 16 تا. هر ست
مگه 30 خوردی این برد؟ نمیدونم والا. یه دونه از اینا، یه دونه از این. واو، لباسا رو بپوشیم الان، افتتاش کنیم. میر نه، تعدادشون دیگه زیاد شد. نمیشه کارش کرد. خط افتادن، وای خط افتادن. چرا این تیری شد؟ چرا خط افتادن؟ از اونجایی که من همیشه حمید میکشه، شمشیر مال اون و این پیککس هم مال من که میرم ماین میکنم. چه زیباست این منظره.